این ریش تراش‌های شارژی معمولا خرابی‌های رایج مشخصی دارن. یکی از خرابی‌های رایج قسمتیه که قرار موتور رو راه‌اندازی بکنه، حالا یا با ترانزیستور قدرت یا ماسفت مثل این نمونه برای روشن کردن موتور از باتری جریان رو به موتور سویچ میکنه. یه ایراد رایج دیگه هم توی قسمت شارژ کردن باتریشه که توی این نمونه هر دو تا مشکل اتفاق افتاده و میخوام بهتون توضیح بدم که اگه خراب شد چه قطعاتی رو میتونید جایگزین کنید و کدوم قطعات رو چک کنید. ببینید اولین مشکل این ماسفت دوبلی هست که ولتاژ باتری رو برای رسیدن به موتور کنترل میکنه. من وقتی فرمان روشن شدن رو میدم به آیسی پیغام میره تا این ماسفت رو روشن بکنه و جریان باتری رو به موتور برسونه. خب طبیعتاً باید کنترل شده باشه تا اگه موتورمون گیر پاچ کرد یا مشکلی پیش اومد این قسمت آسیب نبینه. تو این نمونه این ماسفت فقط با یه لحیمکاری پایه ها و اتصال ناقص مشکل برطرف شد. مشکل دیگه‌ای که اتفاق میفته توی قسمت شارژینگ دستگاه هست. این دستگاهی که با همزمان توی شارژ ازش استفاده میشه یا به هر دلیلی یا شارژر نامناسب یا نوسان برق باعث سوختن مدار شارژ میشه. تو این نمونه هم اینجا یه ماسفت 4 آمپر داشت که برای کنترل جریان حداکثر 1 آمپری برای شارژ باتری و آسیب ندیدن باتری قرار گرفته بود. این هم حالا به دلیل اینکه ما ماسفت خودش رو پیدا نکردیم که 4 آمپر بتونه تحمل بکنه، از 3 تا ترانزیستور PNP به صورت موازی استفاده کردیم تا جریان مورد نیاز باتری رو تحمل کنه و باتری رو شارژ بکنه. با 3 تا رشته سیم این ترانزیستورها هم اینجا متصل شدن. می‌بینید که از یه طرف مثبت باتری خورده و از قسمت دیگه هم برای سویچ کردن و روشن خاموش شدن این ترانزیستورها استفاده میشه. اگه قسمت ماسفتش هم که برای کنترل موتور هست سوخته باشه، عموما این دیود ضربه‌گیر یا دیود محافظ به جریان القایی توی سیم پیچ هم معمولا میسوزه که اینا میتونید با دیود معمولی تعویضش بکنید، فقط تحمل جریان و ولتاژش رو داشته باشه. گاهی اوقات هم پیش میاد که پولاریته اشتباه توی ورودی این دستگاه شارژی، حالا فرق نمیکنه ریش تراش یا هر دستگاه شارژی دیگه‌ای باشه، باعث سوختن این دیود محافظتی میشه. این دیود هم سر راه مثبت و منفی ورودی شارژر قرار میگیره تا اگه باعث معکوس وارد شد به قسمت‌های دیگه آسیب نبینه و نهایتاً این دیود آسیب ببینه. هم شارژ 100% و روشن خاموش شدن موتور. حتی شارژرش هم میتونیم به این صورت با یک ولتاژ 5 ولتی تست کنیم. ببینید این پایه منفی، این هم پایه مثبت ورودی. به محض اتصال این 5 ولت ورودی دستگاه میره رو شارژ. حالا چون شارژش فول هست تقریبا 15 صدم آمپر رو نشون میده.